قهرمان بسازه، اشکالی نداره چون پدرش بوده. منم اگه داستانی درباره پدرم میساختم همین کارو میکردم، ازش یه انسان خوب میساختم، حداقل سعیمو میکردم. به نظر من چون اون خانواده‌اش رو از دست داده تصمیم گرفته که به اسرائیل که مسبب اون بوده آسیب بزنه. این طبیعیه. کجاش طبیعیه؟ خب فلسطینی‌ها هم اونا رو میکشن، پس بین اونا فرقی وجود نداره. به نظر من که فرق داره. اسرائیل حتی به قطعنامه‌هایی که در مورد مرزش بوده اهمیتی نمیده. درسته، نباید توقع داشته باشیم که فلسطینی‌ها دست روی دست بذارن. من مخالفم، با همتون مخالفم. نشان کرندل همین الان گفتین خطا میکنین، منظورتون؟ اینجا باید خیلی حواست جمع کنی خانم. داشتی در مورد احترام حرف می‌زدی. من سلام عرض میکنم. مرسی از خانم حجت، یکی از استادای من هستن و دوستای خیلی خوب من. خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم. دوست داشتم بگم که من علاوه بر کار گویندگی که خیلی هم ادعایی ندارم راجع بهش، گهگداری هم کار سفر انجام میدم و اینکه خیلی خوبه که برید سفر. انقدر دنیای ما وسیع‌تر میشه با سفر که حد و حصر نداره و اصلا نمیتونید تصورش رو بکنید. دوست دارم که براتون سفرهای خوب پیش بیاد، چه داخلی چه خارجی، و جاهای خیلی خیلی خوب برید و بهتون خوش بگذره.